سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز پنجشنبه 8 می در خدمت شما. مقامات رسمی میگویند بین ساکنان دو روستای مرزی تاجیکستان و قرقیزستان مناقشه برخاسته است و از هر دو طرف 10 نفر مجروح شدند. مقامات ناحیه ایسفره گفتند که نزاع در روستای خواجه علا و در نزدیکی روستای کوکتاش قرقیزستان برخاسته است. شام روز 7 می قرقیزها و تاجیکان زنوزنی کرده به سوی هم سنگ انداختند که در نتیجه 8 تاجیک و 17 قرقیز زخمی شدند. دو طرف یکدیگر را بر سر زدن مناقشه گناهکار میکنند. طرف تاجیکستان میگوید که 3 مرد قرقیزی سرخوش با زن تاجیک بدرفتاری کردند، ولی به گفته مقامات قرقیزستان تاجیکان به ماشین شهروند قرقیزستان سنگ انداختند و بین دو طرف مناقشه سر زده است. اوضاع در مرز همچنان پرشدت باقی میماند و مقامات دو کشور برای فرو نشاندن بحران گفتگو دارند. وزیر سیاسی شهبال میرزایف مرزبان تاجیک که یک همخدمتش با بدرفتاری گردن او را شکست بعد جراحی بهتر شده است. شهبال که دست و پایش از حرکت بازمانده بود حالا میتواند مستقلانه دستش را حرکت دهد. خبرنگار رادیو آزادی امید بابامتوف به عیادت شهبال میرزایف به شفاخانه شهر کراسنگورسک ولایت مسکو رفت و میگوید طبیبان خوشبین هستند که سرباز جوان به پا میخیزد. یگانه آرزوی پدر شهبال نیز همین بوده است. Там проблеми نیست که ما میشم خوش پر را این پرابلم ما دیگه پرابلم نیست. شهبال میرزایف ماه مارس همین سال در یک واحد نظامی در ناحیه رودکی بر اثر بدرفتاری همخدمتش معیوب شد. برای به اینها گرفتار کردن شهبال علیه همخدمتی و پرونده جنایی باز کردند. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند برای جلوگیری از سرایت بیماری خطرناک فلج اطفال به کشور چاره‌های ضروری را اندیشیدند. وزارت بهداشت و حفظ اجتماعی گفت یک راه امن نگه داشتن مردم از فلج اطفال واکسین زنی علیه این بیماری است که مرحله اول آن ماه فوریه در تاجیکستان انجام یافت و دور دوم آخر همین ماه صورت میگیرد. سروال در منطقه بدخشان، یعنی که در همه شهرهای ولایت مختلف بیسانی بدخشان دو دوره رو گذراندیم و بعد از این از 5 اپریل سر کرده در باقی مانده منطقه‌های کشور، یعنی که در تمام حدود جمهوری این معرکه را علاقه دوره یکمی امکانی را پس سر کردیم. قرار است در مجموع در تاجیکستان سال روان 1,300,000 کودک از بیماری فلج اطفال واکسین بگیرند. بار آخر این بیماری سال 2010 به 458 نفر در تاجیکستان سرایت کرد و 29 نفر آنها را کشت. سازمان جهانی بهداشت اخیراً هشدار داد که ممکن است این بیماری دیگر باره در پاکستان و افغانستان، دو کشور نزدیک به تاجیکستان، دامن بزند. در شهر دوشنبه روز 8 می مراسم افتتاحی بازی‌های ورزشی تاجیکستان برگزار شد که یک نوع بازی‌های المپیک کشور به حساب می‌رود. در این بازی‌ها صدها ورزشکار از روی 10 نوعی بازی از جمله بسکتبال، باکس، ورزش سبک، والیبال و 5 نوعی گوشتی نیرو می‌آزمایند. دختران ورزشکار از سراسر کشور با هم در بازی بسکتبال، باکس، ورزش سبک و تایکواندو رقابت می‌کنند. در مسابقه‌های سطح جهانی و بین‌المللی شرکت ورزد و معرفی دولت و ملت خویش شود. با گفته مقامات هدف است برگزاری بازی‌های ورزشی تاجیکستان رشد ورزش در کشور و همچنین آماده کردن ورزشکاران به بازی‌های 17 آسیایی است که ماه سپتامبر و اکتبر در کره جنوبی برگزار می‌شود. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.